که پردم کجا پرد محترمم که پردم. خب یه لحظه صبر کنین. همونطور که توی قسمت قبل دیدیم همه چیز داشت توی رستوران طبق نقشه پیش میرفت که خاله پوران رسید. اگه یادتون باشه اینم گفتم که برای یه چیزی که میخوای به گوش کسی نرسه هیچ چیزی بدتر از یه خاله پوران نیست. شما نمیدونید این خاله پوران در طول عمر مفیدش چه خبرهایی رو که قرار بوده به جاهایی نرسن با موفقیت به همون جاها رسونده. تازه فقط این خصوصیت رو هم نداره، ویژگی بارز این خاله پوران سرعت عملشه. باور نمی کنید؟ یعنی باور نمی کنید؟ فکر میکنید اغراق میکنم؟ خودتون ملاحظه کنید. نه به جون بنفشه، من که چیزی رو از تو قایم نمی کنم که. ببین همه چی عجله‌ای شد. آره ببین اصلا کارت تمی الان. چرا داری گریه میکنی؟ بمیری کابری منو بردی. خب از کجا برسم خاله پوران سرگرمش اونجا پیدا میشه؟ نه قربونت برم. آخه من که تو عروسی دخترم حتما دعوت میکردم. بابا آخه چرا داری گریه؟ ببین اصلا هر وقت حالت خوب شد زنگ بزن. خب خداحافظ. الو ها آتوسا تویی؟ تو از کی شنیدی؟ از پوپک؟ نه خب من میخواستم قطعی شد بهتون خبر بدم. کوف در چی میخندی؟ لوس مونور کی بود زنگ زد؟ کی بود؟ ها چیز یه پیک بود این گله رو آورده بود دیگه. که گل کی فرستاده؟ نه این کارتم وسطش رو بخون ببین. یعنی چه ببینم خودم دارم میخونم. خب من کوری نمیبینی که دارم میخونم. از طرف کی؟ از طرف کی؟ از طرف دایی فرید از خارجه. از کانادا. نوشته نازی جون اکنون که پرنده کوچک خوشبختی آشیانه شما بر درخت پربار زندگیت بنا کرده و پروانه‌های رنگین بال اقبال بر فراز گل‌های عطرآگین عشق به پرواز در آمده گشوده شدن، این بلکه جدید در دفتر عمرت را به فال نیک بگیر. مبارک میمون. از همون موقعی که رفت میمون عقلش از دست داد رفت. او این از وقتی رفتی خارج قشنگ خارجی ارداش وای بابا خاک بر سرم بپوشه دایی هم رسیده حالا چی کار کنی؟ خب من یه پیشنهادی دارم. تو چرا اصلا با این پسر عروسی نمی‌کنی؟ ها ببین هم کپله هم بابل. مامان من زدم اینو لهش کردم نگین چرا؟ جدی دارم میگم. خب جدی دارم میگم. تو بهش پیشنهاد قبول میکن. تو پیشنهادو بده حالا. راست میگه نازشون اشکال که نداره. ما میریم میگیم آقا همین امشب عروسی خوبه. خب دیگه مسخره بازی بسته. هر کی زنگ زد باید بگیم عروسی به هم خورد. خب به گوشی بده من میرم. همه هر کی دستش میرسه به گوشی. الو سلام علیکم. حالی شما پوران خانم خوب هستی؟ بگو سلامت. بگو به هم. سلامت. گوشی دارم حرف میزنم. ما نمیفهمی انگار حالیت نیست داریم حرف میزنیم. سلامت باشید. خوب هستن؟ نه میخوام امشب ردش کنیم بره خونه شما. بگو به هم. ها درسته. نه پسر خوبیه ولی خب از داماد شما بهتر که نیست امو. اینجوری نگه پر رو میشه. گوشی اصلا به من چه؟ ها به من چه حرف میزنی؟ چی بگو به هم خورد نصفش چی به هم خورد؟ حالت خوبه؟ کجایی تو؟ الو گوشی اصلا بیا این زنده هاشو خودتم باش حرف من نیستم. کدوم گوری هستی همین جایی دیگه بگیر حرف بزن. حالا میخواد دامادشو بره من بکشه. اصلا خودم حالشو میگیرم. علی پروانه جان خوبی؟ قربونت برم. نه میخواستم کارتا رو همه رو با هم دیگه بفرستم که سورپریز بشه. آره وای نمیدونی چه دامادی. درس خونده، حسابی تحصیل کرده، خونه که خودش یه برج داره. آره آره عزیزم آره حتما نمیدونی این شهرام چقدر ماهه. کامران آره کامران خیلی ماهه، تحصیل کرده، پولدار، فوق‌العاده. آره به کامیزم خیلی سلام برسون. خداحافظ. نه این قرار نبود بگی به هم خورد. ها بچه زبونی تو خوردی. اینجوری حالش گرفته شد. کجا برای تلفن تلفن زنگ میزنم. نه جواب میگم تو تلفن. الو سلام جانم. باش خب ناراحت نباش بهشون میگم حتما. باشه بهشون میگم. خداحافظ. کی بود؟ خاله بنفشه. بابا که یه بار زنگ زدی
همونه دیگه خالتون دست کم گرفتیم. چی میگفت؟ چی گفتش که وقتی به مادرجون گفته خیلی ناراحت شده. وای اونم فهمیده، به اونم گفته. همون دیگه میگم خالتون دست کم گرفتیم. من مادرمو میشناسم، اگه بفهمی کلمو میکنه، من دیگه تو خونش راه نمیده. فقط خاله بنفشه گفتش که من بهش یه جوری این قضیه راست ریس میکنم، بهش میگم فقط چی جونت بالا بیاد بگو دیگه. فقط چه جونت بالا بیاد بگو دیگه. میگم فقط این جونت درو بگو دیگه. میگم باحال بود. فقط این که ما بعد فردا بریم ازش اجازه بگیریم از مامان جون. اینا باحال بود. با داماد باید بریم داماد اجازه بگیریم ازش. لا 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 فرو خانم وقتی میخوایم وارد چی یه دری بزنیم شاید آدم تو شرایط خاصی باشه. سلامت کو. سلام. از کی تو حال آدم وقتی که تو خونه خودش میره باید در بزنه؟ مشکوک شدی تازگی‌ها. نکنه داری کاری میکنی؟ نه من داشتم لباسمو عوض میکردم. این لباسای جلف چیه که تازگی‌ها میپوشی؟ اونا بهم میاد نه؟ شاید 2 پیس هم بهت بیاد. بپوش برو تو خیابون. ای بابا تا این وقت شب کجا بودی؟ نمیتونم بگم ببخشید. تو غلط میکنی. این چه طرز حرف زدنه؟ این چه طرز حرف زدنه؟ نمیتونم بگم. یا همین الان میگی یا من جیغ میکشم. نه بسیار خوب فرو خانم. آمادگی شنیدنشون داری؟ بگو. من جونت. با یک خانم بسیار بسیار محترمی شام رفته بودم بیرون. با یه دختر خیلی بامزی. میدونی چند وقت بود انقدر نخندیده بودم؟ چرا داری میخندی؟ کاملا دارم جدی میگم. خیلی خوب شوخی بسته دیگه. دارم جدی میگم. یه زنگم به این تاج ملک ملوک بزن. کارت داشت. چی کار داشتن؟ فکر میکنم میخواست ازت کتاب بگیره برای دیپلمش. این خانم 800 سالشه هنوز دیپلم نگرفته؟ این چه طرز حرف زدن در مورد یه خانم با شخصیته؟ به من حوصله‌شو ندارم. فرو خانم اونجا کتابای من هست، اگر زنگ زدن کتابای منو بدین به ایشون. من حوصله ندارم با ایشون صحبت کنم. ببین حوصله‌شو ندارم یعنی چی؟ پس فردا که زنت شد میخوای چی کار کنی؟ من با این خانم ازدواج نمی‌کنم. قبلا اعلام کردم. ای بابا ولم کنی. انگار دست خودشه. ببین همین سر شب بابا داشت با عمو سمسم تلفنی صحبت میکرد. در مورد چی؟ در مورد ازدواج جنابالی. بابا من ازدواج نمی کنم. اما حالا به هم چی میگفتن؟ نمیدونم کامران خان. من که فالگوش وای نمیستم ببینم مردم چی میگن. اگه خیلی دوست داری میتونی بری از آقا جون سوال کنی. در ضمن با این لباسای جلف تا این موقع توی خیابون نمون. حرف در میارن برامون. ما آبرو داریم. جمشید ها. ای بابا سلام علیکم کامران خان. سلام علیکم. یه های یه هوی قلبم ریخ. خب چرا از در و دیوار میایم بالا؟ پاچتون زخم و زیل میشه. بله زخم و زیلم شد. یه ساعت دارم زنگ میزنم. من این حیفنون کنم قبرستونیه. بله درونی هستن. پلو آقا جون هستن. آقا جون دارم میخونن. حتما صدای زنگو نشیدن. شنیده بودم گرفته بودنتون. نه کامران خان این چه صحبتی شما میفرمایید؟ خدمت شما عرض کنم که منو برده بودن اونجا. بله. اما یه سوء تفاهم کوچولو بود. یه مشکل و تشابه اسمی بود. یه نفر دیگر رو به نام جمشید پولک میخواستن عین من. بله ولی خودشون آوردن همینجا منو پیاده کردن. عجیبه همیشه شما رو به هوای این تشابه اسمی میگیرم. حیفنان. بله
باید این موسیقی را به گوش جان بنیوشی. یعنی باید این موسیقی را به گوش جان نیوش کنی. یعنی باید به این موسیقی گوش کنی. چشم. به 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 به. قربان اجازه شرفیابی میفرمایید؟ سلام عرض میکنم خدمت مظفرخان عزیز. به به چه صدای زیبایی داری قربان. دیگه برای ما صدا نمانده. سن که می رود بالا دیگه نه رعیت می شناسد نه خانزاده. مظفرخان این چه حرفیست؟ هر چیز عمر من رعیت است فدای هیکل شما. دیروز مامورها برای چی تو را بردن؟ چه میخواستن؟ بله قربان، به خاطر همین خدمت رسیده بودم تا خدمتون عرض کنم که اون قضیه که باهاتون صحبت کرده بودم کاملا داره جدی میشه. اگه نجنبیم دیر میشه قربان. کدام قضیه؟ همون قضیه ملک دیگه قربان. خدمتون دیروز عرض کردم ملک شما تو طرح واقع شده و احتمال داره به سرعت کن فیکون بشه قربان. تازه منم رفتم اونجا کلی من سینجین کردن. آخر عمری یعنی ما رفتیم توی کوچه و خیابان آواره شدیم؟ صدات را ببر حیفنان. ملک ما در طرح واقع شده، تو را برای چه بردن؟ در واقع قربان قرار بود شما رو ببرن اما منو بردن. چه شد؟ چه گفتن؟ هیچی، منو بردن اونجا گفتن که این ملک توی طرح واقع شده. شما جمشیدو که میشناسین قربان. حقا که مباشر خود مایی. خب موضوع چیه؟ چیکار کنیم؟ هیچی قربان، من قبلا هم خدمت شما عرض کرده بودم تا دیر نشده این مشتری که من گیر آوردم قربان تا نپریده بفروشیم تموم شه بره. از کل ملک 30% هم بیشتر نمیخواد. محال است که به این ننگ تن دهیم. بسیار خوب قربان، پس من بی دلیل اینجا آمدم. اگه اجازه بدهید من رفع زحمت میکنم قربان. به تمرگ. اطاعت امر قربان. ما با 10% موافقیم. نه قربان، 30% کمتر نخواهد شد. فکرهامان را کردیم. 20% دیگه حالا چون شمایی قربان 25% قال قضیه رو بکنیم. قبول میکنیم. مبارک است. مبارک و میمون است قربان. فقط میمونه رضایت منصور خان که خود شما باید تشریف ببرید. رضایت منصور خان هم با شما. از جانب ما میتوانید حرف بزنید. قربان رضایتش با من، ولی این غیر ممکنه قربان. من این شارژ ماهیانه ملکو که میخوام برم ازش بگیرم یک بار کمون بود با تیر منو بزنه. میگه تو جاسوس اجنبیا هستی قربان. چنین چیزی تقریبا غیر ممکنه. خود حضرت عالی باید قدم رنجه بفرمایید تشریف ببریم و با ایشون صحبت کنید قربان. من اگر تمام قد در زیر گل بروم پا به خانیان اژدها نمیگذارم. آقا جمشید از وقتی که منصور خان گفته پدر مظفرخان رعیت نواز بوده، مظفرخان هیچ وقت پا به منزل منصور خان نخواهد گذاشت. خودتان باید یک جوری. بله قربان، اگه اینطوری است پس باید چه کار بکنیم؟ یکی باید بره بهش بگه دیگه قربان. یکی پیدا بشود که
ما نمی رویم مظفر خان. چرا؟ ما نمی رویم. منصور خان گفته که پدر مظفر خان رعیت نواز بوده. پدر ما یک عمر نوکر پدر مظفر خان بوده. منصور خان گفته پدر مظفر خان نوکر او بوده. به پدر مظفر خان توهین کرده وقتی که پدر ما نمی رویم. گوش کن حیف نان. جان، تو به شرایط جنگ اشراف نداری. گاهی وقتها باید چیزهای کوچکتر را فدای چیزهای بزرگترمان کنیم. ما شما را به عنوان پیک مخصوص خودمان میفرستیم. باشد که این حرکت تو مایه پیروزی های بزرگتر ما شود. این برای ما بزرگترین افتخار است که در زمان جنگ پیک مخصوص مظفر خان باشی. این تاثیرگذارترین مراسمی بود که تا طول عمرم دیده بودم. مراسم کدام است مردک؟ میخواستیم جوگیر بشود که برود که بگوید که شد. سلام پسته خانم، خوبی؟ سلام. منصور خان خوب است؟ به کوری چش اونایی که نمیتونن ببینن. آره من میخوام منصور خان را همین الان از صاحب ببینم. چه کار باید بکنم؟ یه راه داره. چه کار؟ از رو جنازه من رد چی؟ از روی جنازه نخواهم رد بشم. از روی چه باید رد بشم؟ هیچ همین راه. بگذار بروم باید بروم. بیای جلو با این دست جارو میزنم تو سرت ها. من رد میشم، دست جارو هم نمیخورم. مطمئن باش بیای جلو این خورده تو سره. پسته برو کنار، میخواهم بروم. میتونی امتحان کنی بیا جلو بزنم. تو نمیزنی. بیا جلو. نمیزنی. بیا جلو. من شوهر تو هم، تو نمیزنی. امتحان کن. امتحان میکنم. دیدی؟ پسته زدی پسته. تقصیر خودت بود، گفتم نیا. محکم زدی. من شوهر تو هم، تو با دست. فرقی نمیکنه، گفتم نیا. چقدر میشود؟ بگو چقدر میشود؟ آها 2 تومن. همینجا وایسا تا منصور خانو صدا کنم. چشم. گفتم همونجا وایسا، عقب‌تر. گفتم تکون نخور. تعداد خونه ما چه کار بکننده؟ کچل با مونده. سلام منصور خان، پیغام آوردم از طرف مظفر خان. حالا دیگه مظفر خان به جای رسیدنده که به جای پیک نوکر خلصی برم بفرستنده؟ نخیر، مظفر خان زنگ زدن پیک موتوری تلفنش اشغال بود، من را فرستادن خدمت شما. برو به مظفر بگو هر کی خود ما کار داره باید خودش پاشه بیای پیش ما. اتفاقا خودشان خواستن تشریف بیاورند، کاری برایشان پیش آمد، نتوانستن تشریف. وای چی شد؟ تو در خونه ما چه کار میکننده؟ کچل با مانده. الان پرسیدید. مظفر خان پیغام دادن، من پیغام آوردم. حالا دیگه مظفر به جای رسیدنده که به جای پیک نوکر خلصی ما بفرستنده؟ زنگ زدن پیک موتوری اشغال بود، من را خدمت شما فرستادم. ببخشید شما باز فراموش کردی قرص هایتان را بخورید جسارتاً. تو به قرص های ما چه کار دارنده؟ با قرص های ما چه کار دارنده پدر سخته؟ ها؟ من نگران. کی تو برای جاسوسی فرستاده؟ اون مظفر تو برای جاسوسی اینجا فرستاده نه؟ نه
جاسوسی نه، من نگران حال شما بودم، خواستم حال شما را بپرسم. تا دخوله ما چه کار میکننده؟ کچل با مونده من پیغام آوردم از طرف مظفر خان. حالا دیگه مظفر به جای رسیدنه که به جای پیک نوکر خور میفرستنده مرمو. پیک که بطوره تلفن از اشغال بود بعد آفرستادم. ببند دهنو خور. حالا دیگه کارتو به جای رسیدنده که وسط حرف ما بپری. من کی وسط حرف؟ تو الان وسط حرف ما نپرندی کچل با مونده. بدونم خیلی تافنگ شکمتر پر سرب بکنن. نه تشلیک نکنید، من پیغام آوردم. برای جاسوسی آمده اینجا. من جاسوس و نامردی ما مکشان داشتم. طفلی حیفنون، شوکه شدین، حق هم دارین، ولی خب باید یه جورایی به وضعیت این خونه عادت کنید. تو این خونه از این اتفاقهای عجیب و غریب زیاد میافت. خب من ترجیح میدم قبل از اینکه به جنازه این حیفنون بپردازم یه چیزای مهم دیگه ای رو براتون توضیح بدم که شاید کمک کنه کمتر گیج بشین. همونطور که خودتون حتما متوجه شدین، این آقایی که دخل حیفنون رو آورد منصورخان مظفر زرگنده، پسر عموی بزرگ مظفرخان مظفر زرگنده خودمون بود. منصورخان چند سال پیش وقتی داشت از روی درخت زاغ سیاه خونه مظفرخان رو چوب میزد، از اون بالا با سر افتاد پایین و مغزش همچی یه ذره آسیب دید. البته اگر قرصهاش رو به موقع بخوره زیاد مشکلی نداره، ولی وقتی قرصهاش عقب میفته حافظه کوتاه مدتش یک مقدار دچار مشکل میشه. واسه همین هر چند لحظه یک بار کلاً یادش میره که چی شد. اینم بگم که حافظه کوتاه مدتش هیچ ربطی به حافظه بلند مدتش نداره، یعنی حافظه بلند مدتش خیلی هم خوب کار میکنه. واسه همین اختلافاتش با مظفرخان رو هیچ وقت فراموش نمیکنه. باور کنین نمیدونیم چرا اینجوری شده. یعنی ما فکر میکردیم هم شب تو رستوران همه چی تموم شه بره پی کارش. نمیدونم چرا اینجوری. راست میگه کامران جو، بد شانسی آوردیم، وگرنه مولا درز این نقشای نیما همچین میزنه. ساکت باش. پشت ترایی چی بهتون نمیگه. من میخواین دعوا کنیم برین تو خونه جای دعوا کردن. خب باشه بریم دیگه. ببین که بابا اینجاست. ببینین آقا کامران، اون خاله پوران من بود اون شب دیدیمش. این پاشده رفته تو همه فامیل پر کرده که ما قراره عروسی بکنیم، بهش کس هم هیچی نگفتیم. حالا اینو بهشون برخورده. اصلا میدونی داستان چی هم بذارت بگم. تو خانواده ما رسم اینه که هر کی بخواد عروسی کنه یه هفته قبلش هیچی نمیخوره که وقت عروسی نه از خجالت معدهشون در بیان. حالا اینا فکر کردم ما از قصدی بهشون نگفتیم، حالا ناراحت شدن. نگونیم. حالا ببینین همه فک فامیل به کنار، ما یه مادر جون پیر داریم، این یکم مریضه. میدونی آقا من مریض نه، یه مقداری بیشترک مریضه. آره حالا اون بهش برخورده، نه که بزرگ فامیله. همیشه هر موقع تو فامیل ما یه نفر میخواست عروسی بکنه میرفت یه اجازه چیزی ازش میگرفت. این داره لفتش میدی. خب الکی داستان من الان ببین، قضیه اینه. خاله پوران رفته این داستانو به مامان جون گفته، مامان جونم ناراحت شده. بعد مامانم وقتی این فهمیده که ناراحت شده رفته نشسته داره گریه میکنه، میگه اگه خدایی نکرده بلایی سر مامان جون میاد تا آخر عمرش دیگه خودشو نمیبخشه. داستان حالا اینه. بابا اصلا من بلاش میگم این حرف نزن. ببین عزیز من، چرا خودتون اذیت میکنه؟ نگاه بکن، دلمون نمیخواد تفلکی دق بکنه ببینه. میدونی چرا؟ یعنی یه کمک یا ما همیشه عادت داریم بریم یه سری همینطوری بهش بزنیم، یه اجازه ازش بگیریم برگردیم. جون مامانم دیگه نمیخواستیم مزاحمتون بشیم ولی خب آخه بریم یه سر بهش بزنیم ببینیمش پا میشیم میان. حالا نگاه کن، اگه راضی هستی بیا کامران، اگه راضی نیستی نیا. ما هیچ مشکلی دستتو بردار، ما هیچ مشکلی باهاش نداریم. بگو بس بگو. بله میام. با احمد یه کامران فهمیدم این ابله. بده من زنگ بزنم به مامان. کامران من نمیخوام تو رو بدبخت کنم، اما اگه میخوای بگیریش همین الان وقتشه. بگو. بله. الو مامان. الو. قربان شما مثل این که متوجه وخامت اوضاع نشده اید. فردا پس فردا یه دفعه به خودمون میایم میبینیم تمام اموال و اساسیه رو ریختن وسط خیابون، یه آبم روش. اون وقت دستمون به هیچ جایی بد نیست قربان. ما حرفی نداریم، منصور رو نمیشود راضی کرد. ما رفتیم صحبت کنیم، مقصر ما نبودیم. ماشاءالله عموی شما مجال ندادن تا ما آمدیم صحبت کنیم، عموی شما شروع کردن شلیک کردن. ما چگونه صحبت میکردیم؟ ای بابا بالاخره یک نفر باید برود با منصور خان صحبت کند. جسارتا ما که دیگر مظفر خان پایمان را آنجا نمیگذاریم.
میترسیم یک وقت اشتباهاً پسته خانم به جای مشقی فشنگ‌های راستکی را بگذارن در اسلحه منصور خان. ناغافل شکم ما این وسط اشتباهاً سوراخ بشود. کی به کیست؟ سلام جمشید خان. سلام کامران خان. خوب هستین؟ خیلی ممنونم. پدر اجازه مرخصی میدین ببنده؟ مواظب خودتان باشید. میگویند این روزها این اتومبیل ها زیاد جان مردم را میگیرند. توی تاریکی که نمیفهمند تو خانزاده ای، به جای مردم عادی زیرت میکنند. بله مواظبم. بله. کجا میرین این وقت شب؟ من میرم به شرکت. این وقت شب شرکت؟ کارم زیاد، اضافه کاری میکنم. جسارت نباشد کامران خان، کار زیاد در خون خان و خانزاده نیست. یک وقت در جسم و جانتان عیب و ایراد پیدا می شود. جسارت نباشد. ای روزگار، قدیم ما پایمان را دراز می کردیم، رعیت کار می کردند. امروز رعیت پایش را دراز می کند، خانزاده باید تا نصف شب جان بکند. مظفر خان، جنم چیزی نیست که ارثی باشد. جنم چیزی است که در خون آدم باید باشد و آدم باید در او باشد. ارثی نیست. ما یک عمر با جنم شما بزرگ شده ایم مظفر خان. یک عمر جنم شما را دیده ایم. این جوانها یک جو جنم ندارند. این جوانها جنم. چه وز میکنی؟ وز نبود، تعریف بود مظفر خان. اجازه مرخصی میفرمایید؟ من دیرم شده، من میرم شرکت، اضافه کاری دارم. پدر تازگی ها این خیلی مشکوک شده، مدام شبها میره بیرون. اگه ممکنه یه فکری به حال این خونه کنیم. نکند معتاد شده باشد، چیزی گرفته میکشه. پدر جان نمیدونم، ولی حتما تتوشو در میارم با اون لباسای جلف. نمیدونم چرا به حرف من کسی اینجا گوش نمیده. خوبی مادر جون؟ نه با رنگ و روتون که ماشاءالله خیلی خوبه. که اسم شما چیه؟ سرکار یه خدمتتون عارضم که بنده کامران مظفر زرگنده هستم. من مرداد بردبار هستم، داماد عزیزتون. پس شما خدمت ایشون کار میکنید ظاهرا؟ بله. بنده 5 سال هست که در خدمت جناب آقای بردبار هست. بله. خب دایی مجید شما خوبی؟ ممنون عزیزم، ما که خوبیم، مشغول کار و بارو. من از همون اولم بهت گفتم بیا پیش خودم، بدبخت میشی ای کارا رو ول کن، بیا پیش خودم کار کن. بی خود نقشه نکش. همون یه بار که اومدی دخترمون گرفتی بدبختیش کردی بسمون. حالا دست سر کچل پسرمون برد. میری داماد جون، داماد از مادر زنمون چقدر دوستمون داره. ببینم نیما کجاست؟ نیما رو چرا نیاوردین؟ نیما نیومد، رفته با دوستاش شمال شده. عین باباش یه جا بند نمیشه. ببینم خب شما بفهمید از کی به دختر ما علاقه‌مند شدین؟ کی من؟ بله نخیر بنده. بله عرض کنم خدمتتون که از همون اول 5 سالی که خدمت ابوی محترمشون داشتم کار میکردم. بله. ای میدونستم که تو از او 5 سال چش دنبال نازی جونه چشتو در میآوردم. آقای مظفر، شما اگر به من میگفتین من میگفتم که دختر ما از مردانی مثل شما اخم و بد اخلاق خیلی هم خوشش اومد. مادر جون لوس نکن خودتو بچه جان. من پوران خانم واسم تعریف کرد، گفت 27م به امید خدا عروسیتون سر میگیره. آره. خب نه میدونی راستش 27م که نه مامان یکم عقب افتاده. آقا من میگم مثلا این حرفا رو تمامش کن، میز شامو چینی بریم با بقیه حرفا رو سر میز شام بدیم. مادر جون از صبح یه غذای خوب درست کرده مخصوص شما. قربون دستپخت مادر جونم بره. اینو میگم مادر جون پس شام افتادیم. اینا ماهی ببین خیلی برای مریضی خیلی خوبه. مثلا درمشون درد میکنه. وای ترکیدم دیگه نمیتونم بخورم.
خب معلومه که میتره که 4 تا دیسو خالی کردی، بازم میخوای بخوری؟ من از شما خیلی ممنونم، خیلی خوشمزه بود. سپاسگزارم. نوش جونت پسرم، چیزی نخوردی که. هی خانم نگاه کن، همین علاقه دومات که تا اومده اینقدر تحویلش میگم. ما کی تحویلمون کارهای میگیره؟ عروسی رو انجام دادین؟ ها؟ بابا کارهای عروسی رو دیگه، ماشین و گل و سالن و لباس عروس و خب راستش خب یه سریشو انجام دادیم یه سریشو انجام ندادیم. یعنی چه انجام ندادیم بابا؟ دیر میشه دیگه، مگه 27 مراسمتون نیست؟ خب دیر میشه دیگه. بابا جون من یه استرس میگیرم. خب نه هیچ کاری نکردیم. راست هیچ کاری نکردیم. اینا انقدر بیخیالن، یعنی دنیا رو آب ببره اینا رو خواب میبره. یه مسخال آبرو هم که ما داریم اینا میبرن. ببینم راستی آشنایی کسی دارید؟ من کسی رو دارم، اگه خواستید معرفی کنم انجام بدم. نه دیگه خیلی ممنون، ما نمیخوایم مزاحم شما بشیم. راست میگه نمیخوایم. بابا چه مزاحمتی؟ کار گل و ماشین انجام دادین؟ نه تو آشنا داری؟ آره من یه رفیق دارم کار گل، ماشین، عکاسی، فیلمبرداری همه رو انجام میده. چه عالی. کی بریم پیشش؟ همین فردا صبح خوبه بریم؟ آره عالیه. میخوام همه چیز خوب باشه ها. منو داری غم نخور، همه کارا بسپر من، تازه اونا هم کارشون خوبه. میگم هی زن هی میگم چطور این پولو خرج نکنیم بذاریم برن معسل؟ چطوره خوبه؟ نمکتون بچه‌مو آرزو به دل گذاشتی، خودم هم آرزو عروسی بچه‌مو به دلم مون. حالا من نوامو میخوای آرزو به دل بذاری؟ بابا من نه بچه تو بردم مسافرت، نبردم کجا بردی مسافرت؟ 3 رو بردی شما، انقدر بارون اومد موش آب کشیدی تحویلم دادی. همچی میگه مسافرت انگار برده دور اروپا گردونده. شما حالا دیگه بخوری خب پسرم دست شما حلقه گرفتی؟ من؟ اگه نگرفتی من آشنا دارم ها. نه من گرفتم، حلقه گرفتم. آره کامران گرفته. در واقع این یه حلقه‌ای بود که از مادر بزرگ من به من ارث رسیده. آفرین به شما. ببین انقدر معرفت داره، حلقه مادر بزرگشو تا الان نگه داشته برای روزی که میخواد ازدواج کنه. میبینی داماد خوبی الان میگه عتیقه. خواهش میکنم وظیفه‌ام بود. نه چی داری میگی؟ تو چقدر قضیه جدی گرفتی که خودی؟ تو چیزا رو چی میفهمی؟ هر مادری آرزو داره عروسی دخترش رو ببینه. راست میگه دیگه. نه عزیز چی میگه واسه خودت؟ راست میگه دیگه. چیکار میکنی؟ خب میگم کامران جون پس قراره فردا هم تنظیم کنیم. شما فردا بیا دنبال من، با هم میریم در مغازه رفیقم، اونجا کار رو مرتب میکنیم. خوبه دیگه. خواهش شما میگم شانس آوردی، همچین داماد خوبی گیرت افتاد. من به این آسونی از کسی خوشم نمیاد، ولی این بچه اینقدر آقاست، از چشاش معلومه که عاشقه. کجا بودی تا این وقت شب؟ پول خانم من سر کار بودم. خواهش میکنم قبل از اینکه وارد شید به اتاق من در بزنید. دروغ میگی مثل اسب. چون زنگ زدم شرکت کسی جواب نداد. خب این روزا ما خیلی گرفتار هستیم، من ترجیح دادم تلفن‌ها رو بکشم تا به کارمون برسیم. بله. آخه دروغم بلد نیستی بگی. اون چشای چپ و چلت داد میزنن که داری دروغ میگی. این چه طرز حرف زدنه؟ من برادر بزرگی شما هستم فروخ خانم. من هر طور که دلم بخواد با تو حرف میزنم. اگه نگی کجا بودی به پدر میگم شبا بندازتت حبس. اوه حبس؟ نه اصلا احتیاجی نیست. من خونه مادر بزرگ همسر آینده ام بوده. منو مسخره میکنی؟ نه بالاخره میفهمم کجا میری با اون لباسای جلف بدرنگت. بابا ما اگه بخوایم کار عروسی خودمون بکنیم باید به کی بگیم ها؟ بگو. خب حالا که یعنی نمیخوایم عروسی کنیم که همینجوری
همینجوری کلی گفتم. بله من متوجه هستم کاملا. بابا یه چیزی به این دایی مجید بگو، داره میره دنبال ماشین و غذا و رستوران این چیزا دیگه. ها میگی من چه غلطی بکنم؟ آخه چه غلطی بکنم؟ فکر خودت بوده، نقشت بوده. میگی چیکارش بکنم؟ یه فکری بکن دیگه. خواه دیگه خوبه دیگه، شما هم میتونیم با هم ازدواج کنیم. یلا دیر شد، زود بیاد زود. ببخشید تو رو خداها، من اصلا نمیخواستم انقدر مزاحمتون بشم. نه خواهش میکنم شما اصلا خودتون رو ناراحت نکنی. حالا دیگه اتفاق افتاده دیگه. این خدمت شما. چیه؟ این همون انگشتریه که گفتم. مگه هلکی نگفتی؟ نه دیگه من خدمتتون گفتم که مادر بزرگم یه انگشتری داره که برای عروسی من گذاشته و دوست داره به من. آخه دستم کنم؟ آره حتما ببینی اندازه است یا نه. نه اصلا. آخه چقدر اندازه است. ببخش. نه پیشتون باشه دیگه. خب نه میخوای قضیه که تموم شد پستون بدم. نه دیگه مال عروسیه این انگشتره. خب میدونم، میگم که مگه مادر بزرگتون اینو بهتون نداده؟ برای عروسی داده بود دیگه که عروسی کنم. خیلی خوب باشه بابا. چه حیرونی بابا جون، بیا دیر شد دیگه. عروسیه بیا. خودشه. بفرما آقای بارکار. خودشه؟ کیف کن با خود. به جوابیه چقدر شنگه ناز میدونی؟ کامران بیا تو دیگه. اینجا واسه چی اومدین آخه حالا؟ این همه باغ بود. بابا بیا تو باغو ببین، هنوز ندیده زبونت بند اومده. نه من دیگه مزاحم نمیشم، من هستم بیرون دیگه. های بردبار از بس احمقه بابا، من برم ماشین پارک کنم بیام. بردبار جان دیر نکنی ها، بجون قربون شکله. چرا اینجا اومدین حالا دایی؟ آخه این همه باغ چه ایرادی داره؟ خب شما بیا داخل رو ببین بعد من با آقای بردبار میام اگه اجازه بدید برم آقای بردبار رو بجون. پس دیر میشه. نازی قشنگه واقعا.